داستان از این قراره که یه روزی خانمی تو آشپزخونه داشته کار میکرده، دستش میخوره به جعبه مرگ موش، کلش میرزه تو کیسه برنج. حیفش میاد کیسه برنجو بریزه دور. با خودش فکر میکنه این سم واسه موشاست، با آدما که کاری نداره. پس باهاش یه غذای خوشمزه درست میکنه، خودش و شوهرش هم ازش میخورن. اما جفتشون حالشون بد میشه، مجبور میشن برن پیش طبیب. اون روز چون خودش خیلی اشتها نداشته، غذا کمتر خورده بوده. به خاطر همین زودتر حالش خوب میشه، برمیگرده خونه. حالا دیگه فهمیده بودش اون برنج به درد آدما نمیخوره، اما با خودش فکر میکنه واسه مرغا که مشکلی ایجاد نمیکنه. پس اون برنجو میرزه واسه مرغا تا مرغا بخورنش. اما خب مرغا هم همشون میمیرن. تو همون فاصله شوهرش که هنوز حالش خوب نشده بود فوت میکنه. مشخصا این خانم خیلی ناراحت میشه. واسه مراسم ختم شوهرش 400 نفر مهمون میاد. اون با اون مرغایی که مرده بودن غذا رو درست میکنه، چون فکر میکنه مرغا اگه بپزن دیگه اثر سمشون هم از بین میره. تو اون جمع همه مریض میشن. یه عالمه هم فوت میکنن. اما خود خانم دوباره زنده میمونه، چون اون روز انقدر به خاطر مرگ شوهرش ناراحت بوده که نتونسته زیاد غذا بخوره. این داستان میخواد بهمون بگه صرفه‌جویی کردن همیشه هم خوب نیست. گاهی وقتا اون چیزی که داریم به خاطرش صرفه‌جویی میکنیم ممکنه هزینه خیلی بیشتری از ارزش خودمون برامون داشته باشه. پس حواسمون باشه واسه چه چیزهایی داریم تو زندگیمون صرفه‌جویی میکنیم.